هستم. خوش اومدین با یه ویدیوی دیگه و امروز اومدیم بدوارز داخل سرور آنلاین پلی بدیم. بعدن اگه خواستین چه لگیه آموزش رفتن به سرور بدوارز هم بهتون یاد میدم. اینجا مثلا مینی گیم های مختلفی داره، مثلا این چیه نمیدونم، از اینا تقریبا یه نوع شبیه وان بلاک باز اینا دیگه. بعد اونی که ما میخوایم این چیه؟ این دو نفر آبی و قرمز دارن در هم میجنگن، این دوتا، این برای ما بدوارزه. خب میزنیم روش، بعد میزنیم رو اولی و دومی. یا اینجا که 1 در 1 2 در 2، پس همینو میزنیم دیگه، دو میریم رو 2 نفره. این نت خوب شد. پس به اینجا میبینید این 16 3 نفر از 16 اینا تعداد کرد. یوجی پشمام، ایتادوری یوجی اینجا چیکار میکن؟ عجب اسکینی داری داشت، پشمام چه خفن. خب این 3 از 16 الان میبینید. ای بابا میزنم انگشتم میخوره به این، بزنم این بالا. الان میبینیم 6 نفر از 16 نفر اومدن تو سرور. اوی نپریدم. پارکور در عدد ما عددی نیست طبق گفته 10 ثانیه. نه یکی بک داد، 2 نفر بک دادن. 6 بابا نه با 6 نفر چطوری آخه میشه پلی داد؟ حالا رفتیم ببینیم ما چه رنگیم. من تنها من میرم. حالا فکر کنم با این بود شاپ طرف، نمیدونم هر چی هست. بابا بایستا ببینم. الان باز باید 20 رو همه رو از اینا میخریم سریع تند. بایستا تخت من کو اشکال نداره. بعد یه کلنگ یکی از پایه های مهمه باز، و یه دونه قیچی. بعد قیچی باید چی بخریم؟ شمشیر، یک شمشیر اساطیری و قدرتمند. بعد با یکی از این گلدن اپلا دیگه تموم میشه. ما از اینجا میریم. تخت منو خراب نکرده باشن. بسا دون ای بابا دون از بک نزنن ما رو. بسا یکم زرنگی کنیم حداقل. داشتم میافتادم. چقدر الان میگید چقدر پرویی میشتی. چاکرتونی. دایمندز. آبیون جان، یک راه حمله. وای داشتم میمردم. آرامشتون رو حفظ کنید. وایتوید به این سادگی ها نمیمیره مگه نه؟ ماگون فهمیدم. وایسا اندرپل. آبیا نه نیومدن. خوبه تا بیان یکم طول میکشه. من بعدم اندرپل و چیزهای دیگه رو جمع کنم. وایسا فکر کنم بشه الان. آره میشه. نه اون امرالد میخواست نمیدونم. وایسا حالا میریم میبینیم دیگه. با 4 تا ببینیم چی میشه گرفت. وایسا میخوام پاره کنم این آبیا رو. دون. وایسا پشمام. وایسا 2 تا، یک دونه از اینا آبی. آره دیگه آره. خب گرفتم. باز شمشیر 4 تا میخواد. من استرس دارم میمیرم. حمله نکنن به من. وای لک شد. وای فقط اگه منو ببینن کارم تمومه. اومد. من بردم. من کشتمتون. فقط باید با این طلا هم یه کاری کنم که فقط افسانه. بچه فکرای پلیدی در ذهن دارم، ولی خب اهمیت ندید به فکرای من.
خب همتون میدونید دیگه، فکرای من پلیدن. اوه به به، این چند هم یه حالا میریم سراغ تو. بعد چی می‌خواستم ها، میریم TNT یکی از اینا می‌خریم، بعد TNT یکی دیگه می‌خریم، بعد از اینا بعد میریم پایین تیری کمان چی میشن که دیگه من کجا وایس هستم خیلی استرس دارم، اون 12 تا چیز خودم مثلا چی بعد اینجا استرس خیلی همش بعد اینجا TNT واسه این کجا بود؟ آها فهمیدم چی بخرم، فهمیدم. میریم داخل بخش تخم می‌خریم. تخم چی بخریم؟ 120 هم دارم. آیرون گالم خوردتتون میخورتتون. خب اشکال نداره. وای سبز داره میاد. خراب کرد. وایسا. وای استرس دارم. وای چرا اینجوریه؟ وای خدا میبازم داداش. اینا که وای اومد. فکر کردی چیزی بچه عشق من؟ نه فکر کردی عددی؟ من این چند دارم. مردم 2 ثانیه میام. وای رفت بچه رفت. من اوره و کمی سما بچه من خودم جدیدن. وای من نفهمیدم بچه سلام. من میخوام پارشون کنم بچه. استراتژیک جدید میخوایم بریم از اینا بریم خرابشون کنیم. وای استرس دارم. اسم من دیگه نیای جون چشایم دیگه نیای ای دختره یای بی حیای دیدای ای دختره یای ای ای بابا بدم میآید بچه‌هام. آهنگ نخونیم. استرس اصلا داره وجود منو از بین میبره. اصلا وجودی. وای قرمز منم، قرمز تویی عزیزم، قرمز منم، آبی تویی. السلام عشق منی. بعد انا چیکار کنیم؟ چی بخریم؟ تخم خیلی مهمه. اگه تخم نداشته باشیم هیچ کاری پیش نمیره. یادتون باشه هر کی تخم نداشت بگید تخم دار شو. چیزه با برانوش باوش. با طویل باوش. هر چیزی با تخمش خوبه. فقط جدیدن البته دیگه قدیما نه. اوه بچه دیدین چطوری بیلد کرد سریع اصلا وای فقط من اون موندیم. سبز. وای چرا اینجوری شد؟ نه وای بچه فهمیدم چقدر آهن، چقدر طلا. الان من پول دارم، میلیاردرم. وای بچه استرس دارم. با تخمام یه تخم دیگه هم فکر کنم. نه تخم نخرم، همین تخمام خوبه. ببینیم 4 تا. وایسا. اوه وسایل باید یکم بیشتر بخریم. چی میخواستم؟ وسایل رو چیز کن. این چند تا چیز میز. اوه خیلی میترسم الان بیان منو بکشن. کفش زره. اوکی الان خوب شد. تنها چیزی که میخوام شمشیر خوب و چیز. اینا میخرم. بعد میریم پایین، میریم سراغ کلنگ. این چیه بابا؟ چرا باز رفتم که تیر کمان؟ مغزم ارور داده جدیدن. 3 تا 6 تا میخرم. نمیتونم گدام.
شد؟ آی من نبینه بچه پشمام. وایسا رفت. من الان میرم دنبالش. وای بچه ها اصلا ندید کوره طرف. وای ندیدن بچه ها ندیدن. دیدن ندیدن. تو رو خدا نکش. تو رو خدا داداش نه. بدونید دیگه چی شد. من مردم. قلبم اینا 2 نفر بود. ببینید من تنها تونستم این همه پیشروی کنم. اونا کور بودن، تازه اونا ناقص العضو بودن. الان 8 نفریم. الان تیم منم جوره. اگه تیم من خیلی نباشه سخنان باهوش هسته‌ای مغزم دیگه نمیکشه. دیگه ادامه توان ادامه دادن ندارم. قلبم فشارم افتاد. شروع شد. یار پرو ما با اسکین خفانش روش کراشیدن. وای نگو که آفلاینه. بچه‌ها ما باختیم. الان بهتون بگم باختیم. یار روانی نیوب باتمن. فقط یه چیز میخرم، گلدن اپل. میریم از اینجا. یار خنگ من با تختم اصلا به من ربطی نداره. اینجا خونه منه. خدا به غنایمو برداشتم. تو برو بمیر. باش. الان طرفم میگه باشه. حمله کردن؟ چی ترکید؟ من اطلاعی ندارم. شما اطلاعی داری؟ ما که اصلا کسی رو ندیدیم. با بسفنجی وای تو رو خدا نکن. به خدا محمد میرم پارت میکنم. ای بابا به خدا. یار نوب ما. وایسا خودم تختمو خراب کنم خوبه؟ تو خراب نمی کنی؟ بچه ها من میخوام یه دیوار دفاعی با اتم های هسته‌ای و هسته های اتمی درست کنم که حتی خدا هم بهش درز نکنه. میدونید پس یادتون باشه پسرهای گلم، هیچ وقت خدا را از یاد نبرید و یاد را از خدا نبرید. دیوار دفاعی من اینطوریه حتی خدا هم بهش درز نمیکنه. حتی درزم نمیکنه. من مردم. من زنده اصلا اینجا من نیستم. مردم. خب بک بدیم بچه. اینم بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که خیلی خیلی لذت برده باشید. الان من توی دیوارم. پس تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.